گویند که از عزرائیل پرسیدند تا به حال گریه نکردی زمانی که جان بنی آدمی را می گرفتی؟ عزرائیل پاسخ داد: یک بار خندیدم، یک بار گریه کردم و یک بار هم ترسیدم. خنده‌ام زمانی بود که به من فرمان دادند جان مردی را بگیرم که به کفاش می گفت کفشم را جوری بدوز که 1 سال دوام بیاورد. خندیدم و جانش را گرفتم. گریه‌ام زمانی بود که به من فرمان دادند جان زنی را بگیرم. او را در بیابان بی آب و علف هنگام زایمان یافتم. منتظر ماندم و پس از زایمان جانش را گرفتم. دلم به حال آن نوزاد بی سرپناه سوخت و گریه کردم. ترسم زمانی بود که به من فرمان داده شد جان عارفی را بگیرم. زمانی که جانش را گرفتم از درخشش چهرهش وحشت زده شدم. در همان هنگام خدا گفت: میدانی آن عالم که بود؟ همان کودکی بود که دلت به حالش سوخت. سرپرستی او را خودم به عهده گرفتم و به اینجا رساندمش. خدا همیشه حواسش به همه بنده هاش هست.